اینجا بسیار زیاد شباهت داره به تایم سکویر نیویورک. داونتاون تورنتو از طرف شب چه قسم معلوم میشه را به تصویر بگذارم. نامش شاید بر شما اینجا معلوم شود. دوستای ایتن سنتر یکی از شاپینگ مال یا مغازه بسیار بزرگ در داونتاون تورنتو است. یکی از بزرگترین شرکت مخابراتی در کانادا است. دکان نوشته کرده سرچ میکنیم چون مغازه بسیار کلان است. بر ما آدرسش میگه که در کدام قسمت این مغازه امو دکان است. بایسکل های کرایی یعنی جایش است که فعلا تنها 2 بایسکل مانده. شهر تورنتو نامش در رنگ های مختلف نوشته شده. مردم در اینجا میاین عکس میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز. خدا کند که جور و صحتمند باشید. این جانب احمد نوید صوفی‌زاده. باز هم شما را به یک ویدیوی دیگه از صوفی‌زاده میدیا خوش آمدید میگم. امشب جایی که من فعلا قرار دارم دنداس سکویر است در داونتاون تورنتو. اینجا بسیار زیاد شباهت داره به تایم سکویر نیویورک. در این ویدیو خواستم که شما را داونتاون تورنتو از طرف شب چه قسم معلوم میشه را به تصویر بگذارم. خدا کنه ویدیو خوشتان بیاید. لطفا ویدیو را لایک کنید، چینل را سابسکرایب کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا ختم برنامه ما را بیننده باشید. دوستای عزیز، اگر ویدیو اول من لیتل کانادا یا کانادای کوچک رو دیده باشین، او هم تقریبا در این موقعیت قرار داره. نامش شاید بر شما اینجا معلوم شود. دوستای ایتن سنتر یکی از شاپینگ مال یا مغازه بسیار بزرگ در داونتاون تورنتو است که میریم به طرف داخل. دوستا داخل ایتن سنتر آمدیم. قسمی که شما را گفتم از اینجا بخیر ویدیو میگیریم. قدم زده میریم میبینیم که کدام دکان‌ها در اینجا است. دوستای هم موبایل فروشی است از شرکت مخابراتی ورژن پلاس که مربوط بیل کانادا میشه. مغازه B2 مغازه بود فروشی است دوستا.
این هم فریدم موبایل، شرکت مخابراتی فریدم موبایل است. موبایل هم میفروشه، سیم کارتم. دوستا شرکت مخابراتی فایدو که اصلا مربوط راجرز میشه، اینا از شبکه راجرز استفاده میکنه یا یک از شاخه راجرز است که سیم کارت هم میفروشه و موبایل هم میفروشه. شرکت مخابراتی راجرز که یکی از بزرگترین شرکت مخابراتی در کانادا است. دوستا اگر تا فعلا این ویدیو خوشتان آمده لطفا این ویدیو را لایک کنید و اگر تا هنوز چینل را سابسکرایب نکردید لطفا چینل را نیز سابسکرایب کنید و تا ختم برنامه ما را بیننده باشید. دوستان عزیز اگر شما علاقمند دیدن شاپینگ مال یا مغازه ها هستین لطفا نظریاتتان را در بخش کامنت بنویسید. میشه که از اینجا یا از دیگه مغازه ها یک ولاگ جداگانه برای شما آماده بسازم. لطفا نظریاتتان را با ما به اشتراک بذارید. دوستان مغازه سفارا مغازه لوازم آرایش برای طبقه اوناس. دوستا در هر شاپینگ مال یا مغازه کانادا که بریم یک نقشه یا دایرکتری است که در اونجا آدرس دکان، نام دکان نوشته کرده سرچ میکنیم. چون مغازه ها بسیار کلان است بر ما آدرسش میگه که در کدام قسمت این مغازه امو دکان است. با مو ترتیب ما میتونیم که بریم دکان پیدا کنیم. دوستا در داونتاون تورنتو شما میتونین که بایسکل هم کرا بگیرین. اینجا بایسکل های کرایی یعنی جایش است که فعلا تنها 2 بایسکل مانده. برای کرا گرفتن بایسکل شما میتونید که در وبسایت bikesharetoronto.com رفته تیکتش بگیرین و بعدا شما میتونید که بایسکل را از قلف آزاد کرده و استفاده کنید.
دوستا در جایی که من فعلا قرار دارم به نام نیتن فلیپ سکویر یاد میشه. اینجا هم بربار و هجوم مردم بسیار زیاد است، جای بسیار زیبا است. قسمی که در پشت سر شما میبینین شهر تورنتو نامش در رنگ‌های مختلف نوشته شده. مردم در اینجا میاین عکس میگیرن، دیگه جای بسیار خوب است. دوستای بیلدینگ که در پشت سر میبینید شما، این اولد سیتی آل یا تالار شهر سابقه تورنتو می باشه که فعلا سیتی آل تورنتو در جای دیگر است. دوستایی هم یک شیرینی فروشی است، نمیفهم رستوران است، ژاپنی است به نام انکل تتسو. دوستان ما فعلا وارد آرتی هم شدیم که هم فکر کنم یک مغازه است. میریم نقشهش میبینیم که اینجا چی است. عزیزان دل، از همراهیتان تا آینده برنامه سپاسگزارم. اگر خواهان همچون ویدیوهای دیگر هستید لطفاً این ویدیو را لایک کنید و نظریاتتان را با کامنت بنویسید و همچنان چینل را نیز سابسکرایب کنید. ایام به کامتان باد. خداحافظ.